نزد محبت ملیکه برای من هیچ بود. تصادفاً فهمیدم که آن دختر زیبا دختر شماست و بسیار خرسند شدم، زیرا که محبوب دلم را یافتم. انا این از قصه به اینجا آمدن من. خیر، فرض کردیم که من به تو باور کردم. خوش، چی میخوایی؟ میخوام که خوشبخت شوم با دختر شما ملیکه. شاهروخ لبای رئیس، کجا میگردی؟ ملیکه را گرفته بیار. حاضر. لبای دادا جون، فریاد کردی؟ او کنی اینجا بیا. دادا جون، او سلطان قلبی من است. من به این یگان سوال ندارم. من راضی دادا جون. انا همین جوان رو من در خواب دیدگی بودم. دادا جون، آخر شما نمیفهمی دادا جون. دخترم آرام شو. میدانی چی؟ اگر من و تو آن شرط هایی رو که در پیش آن نامزدهای دیگر گذاشته بودیم نگذاریم، از ما خفه میشم. میفهمی دخترم؟ آخر حق و همسایه ها هستند، یار و دوستان هستند، خویش و تبرها هستند. خفه میشم دخترم. آخر دادا جان، رود و به سوالهای من پاسخ دادن نتواند. با چی کار میکنیم؟ گپ زنید. من تیارم که به همه سوالها جواب دیم. دادا تو چی دادا گفتی؟ دادا جون دادا جون و شوخی کرد. تو چی گفتی؟ دادا جون آرام شوید. بس سوالهای من رو گوش کن. تو به سوالهای کی جواب میدی؟ من با تو نشان میدیم. به سوالهای کی؟ به سوالهای کی جواب میدی؟ به سوالهای کی جواب میدی؟ دادا جون ایستا. به سوالهای کی جواب میدی؟ ملیکه کی جواب میدی؟ کنی خیز از جایا. تو دختری مرا گرفتنی؟ تو دختری مرا گرفتنی؟ ملیکه رو نامعقول کردی. نامعقول کردی. نامعقول کردی. مبلغ زیادی جمع سوال یکم جواب به سوال یکم سوال زمین ده هفت روزه نقره کرونده شده است. همین خاطر زمین گم شوید. دفت کنید من را حضر زنم. از خانه من آورده پیش کنید. رو دف شوه گرن کردی. رفته برای رئیس گفت زند که جواب سوال دومش این است: در دهه‌ای که مسجد میسازند پول مال در زیر پایان. در پایان دهه دیگی است که مردم آنجا در آن دیگ پارو میپرتایند. انم آن دیگ از طلای خالص.
بچه ساده، کاش میدانستی که خوشبختی آدم نه در انگشترین بلکه در صدق و اخلاص نسبت به عمل نیکش است. اگر تو رو ببینم من از تو خبر